حضرت میگوید وقتی داماد خانه شما قدم زد، ای مردم ابله، ای پولداری و نپرسین، ای کسانی که شما عقلتان خوردین. رسول اکرم چی میگوید؟ برای ما و شما چی یک مدرسی بهترین داریم، چی معلم خوب داریم که از همه وضعیت ما و شما را بیرون میکند. افسوس معلم نشناختیم، معلم درس نمیگیریم. اون حضرت میگوید تنکح المرأة لاربعین، شما زنها را برای 4 چیز ای امتی من نکاح میکنین. 4 چیز، جوانا 4 چیز اهمیت میدهند، زنها را نکاح میکنند. لمالها و لحسبها و لجمالها و لدینها. رسول الله گفتن یکم جوانهای بی عقلی هستند که مالدار را سر میکنند. کجا یک مالدار است برای آنی که از مال او استفاده کنند، برای مالدار بدنش رفته او را نکاح کرده میگیرند. رسول اکرم در دوام گفتند ولی حسبها، بعض جوانهای هستند که نگاه میکنند پدر عروس چی کاره باشد، اگر میبیند در زینه های بلند باشد رفته دختری او را نکاح میکنند. رسول الله گفت بعضی از طایفه ها گفت این را گفت چیکار میکنند؟ این را برای خود درس قبول میکنند. سوم طایفه ها لجمالها، بعض جوانهای هست که جمال میکاوند، یعنی کجا یک دختری صاحب جمال است. ولی دینها، بعض جوانهای هست که دختری دیندار میکاوند. رسول الله گفت که من معلم شما هستم و من سرور شما هستم، فعلیک بذات دین قریبت یداک، دیندار بگیر دست تو بالا می شود، خانه تو با برکات می شود وقتی اگر تو آدم دیندار بگیری. حضرت میگوید بین شما فقط دیندارها را سراغ کنید، وقتی همون جوانی که خانه شما داماد می شود پرسان کنید نماز میخوانی یا نمیخوانی، از نماز از وقت پرسان کن. النکاح رق فلینظر احدکم من یضع این یضع کریمته. رسول الله میگوید که نکاح رق است، نظر کنید که این میوه دل خودتان در دست کی میدهید، در کی داده ایستاده این. نظر کنین به اولاد همون شخص، به اولاد همون بچه نظر کنین، به همون جوان نظر کنین که این دختر در دست کی داده ایستاده این. حتی رسول الله گفتن من تزوج کریمته من فاسقین فقد قطع رحیمها، کسی که اگر دخترش در یک آدم فاسق میدهد، کسی که اگر دخترش در یک آدم بینماز میدهد، همچنان است که بین فرزندی و پدری را بریدگی باشد. زن مخواه از بینمازان، نیز بیواز زن نده تا نگردی دوزخی از شومی آن بینماز. این است توصیه معلم ما و شما.